من میگم ایران قویه. ایران قویه؟ یعنی چی قویه؟ یعنی ایران قویه، کشور آسیا رو میزنه. آفرین، ایران قویه و کشور آسیا رو میزنه. بعد دیگه چی؟ بعد به جام جهانی هم راه پیدا میکنه؟ راه پیدا میکنه. بعد ایران به جام جهانی هم راه پیدا میکنه. بعد ایران اگه بره جام جهانی تو چه رشته‌ایه جام جهانیش؟ جام جهانی آمریکا هست. نه، تو چه رشته‌ایه؟ تو رشته آسیا. تو رشته آسیاست ایران میره. و خب دیگه چی؟ دیگه هم خیلی ممنون. الان 3 تیم کنار ایران بگو. اینا که گفتی هیچ کدوم نیستن جام جهانی. 3 تا تیم بگم که الان 3 تا تیم بگو. مثلا میگم بایر مونیخ، خب نمیدونم بایر مونیخ هم خوبه. آره. دیگه چی؟ منچستر سیتی یا منچستر سیتی مثلا. آقا دیگه چی؟ آقا ایران راست میگه. ایران تو برزیل ایران تو جام جهانی بگو اسم یه بار دیگه اسم تیم‌ها رو بگو. بایر مونیخ، خب منچستر یونایتد، منچستر یونایتد و اون اسپانیایی کیه؟ رئال مادرید. نه رئال مادرید که ولش بارسلونا. آقا ایران تو جام جهانی با این 3 تا تیم بازی میکنه. آره. میبره؟ آره. نه شادم نبره. نه میبره، خدایش میبره. کجا من میبره؟ بازیشون هم دیدم. خدا شاهده دیدم. قشنگه بازی. خیلی بازیشون هم تمیز، یعنی بازیشون هم در مقابل همین آخر بازی کردن که کدوم کشور بود، یعنی اصلا از نظر تیمی، از نظر تیمی خیلی خوب بود. از نظر تیمی، از نظر مثلا اصلا از هر لحاظی، از هر لحاظ خوب. اصلا خدا شاهده. از لحاظ اقتصادی چی